سلام، امیدوارم که خوب و عالی باشید. من امروز میخوام در مورد رنگ ها باهاتون صحبت کنم. بچه ها، رنگ ها در زبان فرانسه باید از لحاظ جنسیت و از لحاظ تعداد مفرد و جمع بودن با اسم مطابقت داشته باشن. یعنی اگر اسم مذکر و جمع هست، رنگ هم باید مذکر و جمع باشه. اگر اسم مؤنث و مفرد هست، رنگ هم باید مؤنث و مفرد باشه. مثل بلان. بلان یعنی سفید، اما اگر بخوام جمع کنم میشه بلان. آخرش یه اسم میگیره ولی خونده نمیشه. بلان مذکره، بلانش مؤنث. بلانش میشه واژه مؤنث رنگ سفید و جمعش هم میشه بلانش، اسم میگیره ولی خونده نمیشه. یا مثلا نوار. نوار میشه مفرد و مذکر، بخوام جمع ببندم میشه نوار با یه اس، تلفظش تغییر نمیکنه. اگر بخواد مؤنث بشه میشه نوار، آخرش او میاد و جمعش هم میشه نوار، آخرش او هست، اسم اضافه میشه ولی تلفظش تغییری نمیکنه. حالا بخوام مثال کامل ترش رو بگم، مثلا میگم یه گربه سفید. یه گربه سفید میشه انشا بلان. حالا میخوام بگم گربه های سفید میشه دشا بلان. میگم یک ماشین سفید، اون واتور بلانش. حالا میخوام بگم ماشین های سفید میشه د واتور بلانش. بچه ها، بعضی از رنگای ترکیبی هستن که کلن تغییر نمی کنن، یعنی جمع و مفرد و مؤنث و مذکرشون یکیه و تغییری نمی کنن. مثل اورانژ نارنجی، مارون قهوه‌ای، تورکواز فیروزه‌ای، بژ که همون بژ هست. اینا تغییر نمی کنن. حالا مثالش رو براتون بخوام بزنم، مثلا میگم بالون اورانژ، یک توپ یا یک بادکنک نارنجی. حالا میگم د بالون اورانژ، بادکنک ها یا توپ های نارنجی. یا میگم یه ماشین قهوه‌ای، اون واتور مارون، جمعشم همین کلمه میشه د واتور مارون، تغییر نمیکنه. مطلب بعدی در مورد سوال کردن در مورد رنگ ها هست. مثلا میخوام بگم آسمان چه رنگیه، میگم دوکل کولور الوسیل و جواب میدم لوسیل ا بلو. یا مثلا اگه بخوام جمعش رو بگم، میگم دوکل کولور سون د پوم، سیب ها چه رنگی هن؟ بعد میگم د پوم سون روژ، سیب ها قرمزن. د پوم سون ژون، سیب ها زرد هستن. یا اگه بخوام مؤنث رو بگم، میگم دوکل کولور الانژ، برف چه رنگیه؟ جواب میدم لانژ ا بلانش، برف سفیده و دوتاش به حالت مؤنث میاد، هم اسم هم صفت هم حرف تعریف. حرف تعریف لا، اسم نژ، صفت بلانش، همه با هم هماهنگن، هم از نظر جنسیت هم از نظر مفرد و جمع بودن. خب بچه ها، من الان میخوام مثال های صفحه 21 کتاب رو براتون بخونم. مثال های صفحه 21 کتاب رو از ترکیب رنگ و عدد نوشتم و طراحی کردم. یعنی مثال ها ترکیب رنگ و عدد هستن که اعداد هم براتون دوره بشه. مثال های صفحه 22 جمله کامل هستن و فعل دارن، مثل تخت سیاه هست. اول 10 تا رنگ پرکاربرد رو براتون میخونم. روژ قرمز، ژون زرد، اورانژ نارنجی، روز صورتی، بلان سفید مذکر، بلانش سفید مؤنث، بلو آبی مؤنثش یه او آخرش اضافه میشه، تلفظش تغییر نمیکنه. ور سبز،
مؤنثش یه او آخرش اضافه میشه وقت. ویوله بنفش، مؤنثش یه او اضافه میشه ویولت. نوق مؤنثش هم میشه نوق با یه او. مقون قهوه‌ای. حالا مثال های جدول پایینش رو براتون میخونم. انسک وق، یه کیف سبز. ان الفان گری، یه فیل خاکستری. ان پاپیون کلوقه، یه پروانه رنگارنگ. ان کنق ژون، یه اردک زرد. دو واتور روژ، دو ماشین قرمز. کت خوک قیون ژون، 4 مداد زرد. 6 مزون وقت، 6 خانه سبز. 8 پوپ قوز، 8 عروسک صورتی. 10 سک گری، 10 کیف خاکستری. 12 کیغیون قوژ، 12 مداد قرمز. 15 پوپ بلو، 15 عروسک آبی. 17 فلوق ژون، 17 گل زرد. اون ژیغف ژون، یه زرافه زرد. 14 واتور بلانش، 14 ماشین سفید. 18 مزون بلانش، 18 خانه سفید. 4 شوو مقون، 4 اسب قهوه‌ای. 19 بالون ورق، 19 توپ سبز. 30 اوازو قوژ، 6 پرنده قرمز. 20 لپن بلان، 8 خرگوش سفید. ان لیوغ بلو، یه کتاب آبی. اون سوقی بلانش، یه موش سفید. اون توقتو وقت، یه لاک پشت سبز. 5 وش نوق، 5 گاو سیاه. 3 بالون بلو، 3 توپ آبی. 5 فلوق بلانش، 5 گل سفید. 7 شیان مقون، 7 سگ قهوه‌ای. 9 لیوغ نوق، 9 کتاب سیاه. 11 گاتو وق، 11 کیک سبز. 13 بالون ژون، 13 توپ زرد. 16 لیوغ قوژ، 16 کتاب قرمز. ان اوازو ژون، یه پرنده زرد. ان اقصو بقن، یه خرس قهوه‌ای. 20 قیون نوق، 20 مداد سیاه. 7 پواسون بلو، 7 ماهی آبی. 9 سرپان وق، 9 مار سبز. حالا مثال‌های صفحه 22 رو میخونم که مثلا میپرسم تخته چه رنگیه؟ دوکل کلوغه لو تابلو، بعد جواب میدم لو تابلو ا بلان. حالا بقیه‌اش رو میخونم. لو لیوغ ا قوژ، کتاب قرمزه. لا پوم ا وقت، سیب سبزه. لا واتور ا بلو، ماشین آبیه. لو بالون ا ژون، توپ زرده. لا فلوق بلانش، گل سفیده. لو شیان نوار، سگ سیاهه. لا مزون گریز، خانه خاکستریه. لوکای توغانج، دفتر نارنجیه. لا پوپه قوز، عروسک صورتیه. لوسک ویوله، کیف بنفشه. لوکیقیون قوژ، مداد قرمزه. لا تبل بلو، میز آبیه. لو تپیه وق، فرش سبزه. لو موغ ژون، دیوار زرده. لا پخت بلانش، در سفیده. لا شز وقت، صندلی سبزه. لو پاپیه ژون، کاغذ زرده. لا بوئت گریز، جعبه خاکستریه. لا ژوب قوز، دامن صورتیه. لولی وق، تخت سبزه. و توجه داشته باشید اگر بخوایم جواب جمع بدیم، مثلا برای مورد آخر میگیم لیلی سون وق، تختها سبز هستن.